سلام در هر کجایی که هستید و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. امروز درباره فوتبال بازی دختران تاجیک گپ میزنیم که رادیو آزادی درباره آنها گزارش داد و این به بعضیا خوش نیامد. اینجا دختران فوتبال بازی دسته روشن کلاب بازی میکنند و هم میگویند چگونه پسران و بازی آنها کج کج مینگرند. میگفتن که دختر چی و بازیش چی؟ بحث و گفتگو دایر به این گزارش رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و وبسایت رادیو آزادی ادامه دارد و عین گپ را دهها پسر دیگر نیز در حق این دختران گفتند، از جمله شکرالله ایگامبردیف که در صفحه ما در اینستاگرام چنین شرح گذاشته است: و فکر من این کاری نادرست است. به جای فوتبال دختران دوزندگی، آشپزی یا زبان آموزی میکردند خوبتر میشد. تعداد دیگری از کاربران گفتند که میدان فوتبال برای دختران نیست و وظیفه آنها به قول این عده تولد کردن و در خانه نشستن است. شکور و فایا در پاسخ به این گروه گفته است که بعضیا زنان را همچون غلام فکر میکنند و استفاده میبرند. نظرهای برعکس و تحسین و آفرین به دختران هم زیادند و از جمله از نام کاربر با نام ملاحت نظر و که در صفحه ما در اینستاگرام چنین نوشته است: آنگونه که در بین مردان با غیرت هستند، زنها هم میتوانند پیش برنده کارخانه‌های بزرگ باشند، عالم باشند، از دیگر مردها چند زینه پیش باشند. زنها نیز همین گونه هستند. مانع فوتبال بازی دختران نشوید. من طرفدارم. زن هم انسان است و برای غلامی تولد نشده است. کاربر دیگری که خود را سنتی 99 معرفی کرده است طرفدار فوتبال بازی دختران است، چون به قول او از بیکاری ورزش برایشان بهتر است. او در صفحه ما در اینستاگرام چنین شرح گذاشته است: من همچون یک انسان بازی دختران را دستگیری میکنم. نظر در کوچه ها گشتن فوتبال 100 بار خوبتر است. کاربر دیگری گفته است که ورزش برای هم است و چه دختر یا پسر میتوانند به آن مشغول شوند. شرح کوتاه این کاربر را میخونیم که خود را پریکول تیجی نامیده است: چه فرق دارد دختر یا بچه یا پسران شما را علمتان آمده است. فوتبال نمیگوید که دختری یا پسر. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم نظرها گوناگون هستند. طرفدار و مخالفان فوتبال بازی دختران در تاجیکستان زیاد بوده است. یکی از کاربران با نام فریده و دختران فوتبال باز در کلاب احسن و آفرین خوانده و چنین گفته است: آفرین، باید دستگیری شوند، چون فوتبال زنانه را قریب همه کشورهای دنیا دارند. اصلا برای ورزش مرد یا زن بودن فرق ندارد. مهم استعداد، زحمت و اراده مستحکم داشتن است. موفق باشید خواهران عزیز. کاربری که گزارش درباره فوتبال بازی دختران در کلاب را در وبسایت رادیو آزادی دیده است می‌نویسد که جامعه تاجیکستان به آزادی بیشتری زنان ضرورت دارد، در عکس حال پیشرفت نمی‌کند. شرح این کاربر را می‌خوانیم که نخواسته است نامش ذکر شود. او میگوید: آفرین، زنان باید آزاد باشند تا جامعه پیشرفت کند. هر جامعه‌ای که در آن زن آزاد است پیشرفته است. شما چه طرفدار فوتبال بازی کردن دختران هستید یا نه؟ نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و به همین رقمی که میبینید بفرستید. واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو دارد. وبسایتی که میبینید برای آگاه شدن از خبرهای تازه است. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.